ببینید دوستان عزیز، من از همین آغاز محفل یک احساس خوب دارم، زیرا دیدم که همین جوانان، ولی من او قسمی آخر رو بنابر عینکدار بودنم شاید ساز نبینم، یعنی جوانان دیدم که چگونه صحبت استادا رو گوش کردن. همین گوش کردن آغازی همه کامیابی ها است، چون از همه مشکل گوش کردن است. بنابراین حافظ گفت که نصیحت گوش کن جانا، که از جان دوستر دارند جوانانی سعادتمند پندی پیری دانا را. یعنی جوانان رو به دو گروه تقسیم کرد، جوانانی سعادتمند یعنی خوشبخت. سعادت به عربی به تاجیکی میشه خوشبخت. جوانان سعادتمند پندی پیری دانا رو گوش کرده میتوانند، فهمیده میتوانند، از اون عبرت گرفته میتوانند، او را عملی کرده میتوانند. اما جوانانی شقاوتمند گویم در برابرش، یعنی بدبخت، کسی که مغزش ذهنش بسته شده است، او قدرت شنیدن ندارد، قدرت گرفتن، قدرت معرفت آموزی ندارد. بنابراین حافظ مخصوص گفت که همه جوانان دوست نمیدارند پند پیران را، فقط کدام جوانان دوست میدارند؟ جوانانی سعادتمند. بنابراین من احساس کردم که همین جوانان شهر کولاب که امروز در روبروی ما نشسته سخن پیران خرد و ادب و سخن را چنین با دقت گوش کردن، این آن جوانای سعادتمند بود. چرا من از موضوع تشکر از موضوع جوانان سر میکنم؟ بینید این روز پگاه در جمهوری ما جنبستی ماهواره جوانان رو داریم. ما اول یک روزی جوانان داشتیم، دیدیم که این آرزو و آمال و بزرگی و شکوه جوانان ما در یک روز نمی گنجد. بعد شد هفته جوانان. اکنون دیدیم که این جوانان ما رو در یک هفته حرف دلش گفته نمیشه، ولی شد ماهواره جوانان. اکنون میشه سال جوانان، بلکه این کشور جوانان است. هر روز آن روز جوانان است، زیرا 70% اهالی تاجیکستان جوان است. این جوانترین کشور جهان است. چرا این برای ما مهم است؟ چون که حال بینید همین شما همین روز بعد همین محفل اینترنت رو زنید، سن و سال اهالی جهان بینید همین کشورهای پیشرفته جهان مثل بریتانیا، فرانسه، گرمانیا، شویتسار امروز ناله دارن، گریه دارن، میگن که اهالی ما پیر شده است. 60-65% اهالیشون پیران نفقه خور جوان نیست. بنابراین اونو میگن آینده کشور ما در خطر، چون که نسل جوان نیست. از این رو تاجیکستان کشوری است که آیندهش روشن، آیندهش استوار، آیندهش سبز، زیرا نسلی یا که اهالیش جوان است. بنابراین شما وقتی ما با شما صحبت میکنیم همچون به آینده کشور صحبت میکنیم، زیرا امروز اینقدر آبادی که در این کشور زیر رهبری پیشوای ملت شده است، همش برای جوانان. پیران هرگز این کوچه ها و این راه ها و این پارک ها و این خیابان ها و این تونل ها و این آبادی ها رو گرفته نمیبرند، فقط برای جوانان. و پیشوای ملت این سال در پیام دو نکته عجیب گفتن اول این که ما یک کشور رو برای جوانان میسازیم، این درباره آبادی. دوم این که گفتن که تمامی جای این سرزمین را درخت چینانید تا که همین کشور سبز و زیبا باشه. جوانان گن که آفرین این باباها و پدرهای ما نه تنها یک کشور آباد بلکه یک کشور زیبا برای ما گذاشتن. این توجه به جوانان. بنابراین باز درباره جوانان یک نکته دیگه میگیم، بعد اون موضوع روز میگذاریم. درباره جوانان من همیشه
یک نگاهی مثبت و پر از باوری دارم، زیرا من تاریخ سیاسی خلق تاجیک را وقتی بررسی میکنم از روی حجت‌ها، از روی فکت‌های تاریخی میبینم که در لحظه های مشکلی تاریخی ما رو جوانان نجات دادند. تاریخ دولتداری ما رو، تاریخ ملت ما رو ما از جوانان ساختن. ببینید من یک دو سه چهار مثال یک جمله میارم، شما ببینید جوانان چی نقش دارن. مثلا وقتی که دولتداری ملی ما از بین رفت، ما زیر خلافت عرب فرا گرفتیم، اولین نفری که قیام کرد دولت ما رو، سرزمین ما رو از خلافت عرب جدا کرده، اولین دولت تاجیکی رو ساخت یعقوب لیث صفاری. 21 ساله بوده است. ببینید ولی ما در کتابو میبینیم گاه نقاشیش میکشند مثل یک موسفید، ولی تولد یعقوب لیث صفاری اگر 840 باشه، سال 861 دولت صفاری رو برقرار کرده است. 21 ساله. فهموست؟ دوم شخصی که ما اینقدر افتخار داره میگیم امپرای تاجیکی رو، دولت تاجیکی رو با تمام شکوهش ساخت، اسماعیل سامانی در وقت امیر بخارا شدن 24 ساله بود است. ببینید بازم جوان. و سوم جوانی که ما در همین تاریخمون داریم که چگونه دولتداری ما رو نجات دادن ساختن، شیرین شاه تیمور سالی که رئیس بدخشان شد 23 ساله بود. سالی که رئیس تاجیکستان شد 33 ساله بود. و اگر از همین کارنامه همین سه نفر یک جمله بگیم، شو ببینید یعقوب لیث صفاری کسی که دولت تاجیکی را ساخت و در دربارش اعلام کرد که من دولت تاجیکی ساختم، از این رو در دربار من فقط به زبان تاجیکی گپ میزنید. همین جملهش باعث شد که بعد 200 سال از بین رفتن دوباره زبان ما زبان دولتی شد. این خدمت جوانی 21 ساله هم دولت رو ساخته است، هم زبان رو دوباره گرفت دولتی. یا اسماعیل سامانی را شما بینید، تا آمدن اسماعیل سامانی در بخارا چی محشر بود. بخارا یک شهر بزرگ پر از شاعر، عالم، فیلسوف، ستاره شناس، طبیب، هنرمند، دوملا، فقیه، ولی هر سال مجبور بودن گرد بخارا رو دیواری بلند میزدند و تمام سال مردم بخارا دیوار اندوه میکردن، زیرا همین که تیرماه میشد مردم حوصله جمع کرده است، غله و گندم و جو و میدونم پیسته و بادام و روغن و ذخیره‌های زمستانی تیار کردن. در همین اول زمستان یا آخر تیرماه از بیابان، از صحرا قبیله های قرخانی، الخانی هجوم میکردن، بخارا رو غارت میکردن و همه چیزشو میبردن، شهر آتش میزدن. باز همین دخترای جوان خوشرو و قدرت شده باشه اونا هم تیزین کرده میبردن. در نتیجه احوال بخارا تا آمدن اسماعیل سامانی همین بود. از دستی کسی چیزی نمی اومد. ولی وقتی اسماعیل سامانی 24 ساله حاکم بخارا شد، همه را خیلی جمع کرد، در منبر بر اومد گفت گوش کنه، دیگر دیوار نمی سازیم، من دیواری بخارا می شوم. این بزرگترین سخن سیاسی در تاریخ دولتداری ما است که گفت که من دیواری بخارایم، دیگر تا زمانی که من زنده‌ام کسی جرأت نمی کند به بخارا هجوم کند. تا زمانی من زنده‌ام کسی به چشم بد، تا زمانی من زنده‌ام کسی جرأت نمی کند به سوی بخارا به چشم بد نگاه کند. و همین سخن 124 سال کار کرد. تا 124 سال کسی جرأت نکرد به بخارا هجوم کنه. همین سخنی یک جوانی تاجیکی 24 ساله. و سوم گفته شیرین شاه تیمور، وقتی که شما نمی در مکتب، در جای جمعیتی، در اینجا صورت شیرین شاه تیمور میبینید، امیر به یاد بیارید که نمی جوان 23 ساله روبر بدخشان شده است، 24 ساله، 25 ساله، 26 ساله. اما مکتوب های تاریخیش به ستالین نوشته است. وقتی که تاجیکان رو از دولت میخواست محروم کنند، شیرین شاه 5 مکتوب
با ستالین است که رفیق ستالین دولت توجیکو کجا شد؟ حقوق توجیکو کجا شد؟ ما میخوایم حقوق توجیکو بتید، ما میخوایم دولت توجیکو علایده باشد. و همین مکتوبالی در کتاب استاد قربان علمشاه چاپ شده است. بینید سواد یک بچه توجیک بینید که با چی سوادی تحلیلی به ستالین نوشته است. دوم جرأتش بینید که از یک ابرقدرت جهانی رسما طلب میکنه دولت من کجا شد، سرزمین من کجا شد و برای همین کشتن او را. در همین وقتی نوشتن مکتوبا شیرینشاه شاه تیمور 25 ساله 26 ساله، چون که تولد شیرینشاه شاه تیمور 1899 انا سال 1922 رهبری بدخشان شده 23 ساله. وقتی مکتوبا سال 24 25 26 نوشته است یعنی 25 26 ساله و وقتی رهبری جمهوری شد سال 1932 33 ساله و سال 37 کشته شده از سن 38 سالگی 37 سالگی. برای همین بازم میگم که در این مکتبا گاهی میبینم که صورت شیرینشاه کشیده مثل یک موسفید 60 ساله 70 ساله وای به این سن سال نرسیده است. وای نقاش تاریخ یا آدم نمیدونند. در قطار استاد عینی و غفور و او را هم یک موسفید کشیدند. بنابراین شیرینشاه یک سیاستمداری با تجربه که اکادمیا خونده باشه، وکیل شده باشه، حزب داشته باشه، وزیر شده باشه و بعد اومده خدمت کرده باشه نه. شیرینشاه خیلی مثل شما یک جوان. چرا این 3 نفر در این روز جنبست ماهواره جوانان ذکر کردم؟ چون که همین آب که شیرینشاه نوشید هست، همین خاک امروز هست، همین سرزمین است، همین کوهستان است، همین مادری تاجیکی قهرمانان را تولد کرده است هست. بنابراین در وجود هر یک شما همو گن، همو قدرت، همین بزرگی، همو برنامه هست. فقط او را باید احیا کنید، به کار دارید که من هم یک شیرینشاه، من هم یک اسماعیل سامانی، من هم یک نصرت الله مقصوم هستم. میشد همین خیلی فرمولایی که گفتن که این دولت ما رو همیشه جوانان نجات دادن، بار دیگر در دوره استقلال دیده من استادی بزرگوار حق نظر هایی بسیار دقیق ذکر کردن که این کشور بعد استقلال به حالت رسیده بود که بسیاری ها دیگر امید نداشتند که تاجیکستان باقی میماند. من در کتابخانه ملی تاجیکستان در بخش مطبوعات تاریخی کار میکنم یا تحقیقات میکردم. بسیار که روزنامه های سالهای 90 خصوصا روزنامه های روسی زبان اگر بینه سرلوحه های بزرگ دارن که به نزدیکی تاجیکستان از خریطه تاریخ میرود، به نزدیکی تاجیکستان از بین میره. تاجیکان دولت کردن نمیتوانند. همین خیلی نوشته در ذهن بسیاری ها جای کردن و دیگر مردم امید نداشت که این دولت نجات مییابد. از ولایت های ما را لکه تقسیم کرده بودند و در همین حالت که یگان کس راهبری کشور را به دوش نمیگیرد. 4% اهالی کشته شده سال 93، 40% اهالی تاجیکستان گریزه، همه آماده این که کشور از بین میرد. در اجلاسه خوجان با بزرگان ملت، با اکادمیکا، با سیاستمداران، با سروزیر سابق، با رئیسان ولایت سابق پیشنهاد میکنن که شما مسئولیت راهبری را به دوش گیرید، در اطراف شما جمع شوید تا که کشور نجات یابد. همه میگن در چنین وضعیت من نمیتوانم. و در این وضعیت بینید باز یک جوانی از میان مردم با نام امام علی رحمان 39 ساله در ملازم از میان مردم برخواست و همه خوشبختانه نوارش هست این دفعه. اگر اسماعیل سامانی را مثلا بیهقی نوشته است که اسماعیل سامانی آمد گفت من باره بخورم، ولی سخنان تاریخی امام علی رحمان خوشبختانه در نوار هست. اما شما بارها دیدید آمد گفت که من صلح میارم، من این مردم رو جمع میکنم، من تو آخرین گریزه رو برگردونده میارم، من اجازت نمیدیم که ملت تاجیک بار دیگر بی دولت شود. انامین
تشکر. همین دقیقاً ترجمه همون من دیوار بخارا بعد 1000 سال. بنابراین استاد لایق چی میگفتن؟ خلق به فرزند عالمگیر نیست، باز یابد مادری تاجیک فرزندی دیگر. اینا ببینید بعد 1000 سال باز سرنوشت همین خیلی شد که جوانه چه گفتن مثل دنک و وجود خود را روشن کرد و آمد گفت که من میگیرم به دوش و من حل میکنم. و خوشبختانه ما دیدیم که قدم به قدم یک جمهوری رو که دشمنانش فاتحه او رو خوانده بودند به این روز رسوند، او رو نجات داد و این روز ما در چنین فضای آسوده هستیم. همین در مثال همین جوانان من سرنوشتی کوتاهی این دولت رو گفتم که ما چگونه باید با اون نگاه کنیم.